میگم البته من یک 50 تخته کم دارم، تو که 60 تا بیشتر کم داری. بابا ما هیچ چی دیگه نمیگم، من به تو میگم به نزبات داری به خستونی کی میام مادر تو. برو سر بام بلند نمیزنی تو، سبز نرنجی تو، سبز نرنجی تو، شتر گم کرده ای پی میزنی تو، سبز نرنجی تو، سبز نرنجی تو، شتر گم کرده ای شتر سبز نرنجی تو، سبز نرنجی سگ دارم نیای سگ من نگیره ندنی لالالیلیلی شتر گم کرده شتر شی سبز نرنجی تو. تو تک تک ما بدون ما گفتم مراد گفت برو از اینا بپرس که شما کی میایین. به کجا کی میای؟ به خسرونی دادیمه. به چی بیام تو دوباره بگو؟ نه گفت برو از سرای اینا پرسون که از سرای همسایا که کی به خسرونی دادیمه میایم که ما بفهمیم دل جمع شیم. ما به خسرونی داده تو؟ به کی بیایم؟ به مادر خو به زبیده دادیم زبیده. خب بر به کی بدین؟ کی؟ تو خوار تو به کی بدین؟ شما به خسرونی نمیایین. نماین دادیمه به خسرونی. گیلک تو خیر میبینی تو جیری روزه به سر تو روزه دارم. روزه به سر تو زده هنو که وقتم هسته. نه خب نه میتو گفته ما به خسرونی خوار تو آمدیم به خونه شمال شما چیش برا با ما نه نمادیم که ما این بیاییم. ما گفتم ما دل جمع شی که آمادگی خود بگیرید 10 رو پیشی کنه بیایم شما. اصلا تو از کی بشنیدی که ما میایم به خسرونی خوار تو؟ نه به خاطر دیگه مثلا اینیه که سلام کمک مرغ داره، کمک خرگوش داره. نه میگفت اگه یک دم اتفاقا اصولا بیامادم خسرونا مگر مرغا رو ببریم بقال مقدم کنه خرگوشا هم چیز کنه که بعد از دست پا ما خرگوش باشه و مرغ باشه با خسرونا ورگشت میخوره. با خاطر که شما ورگشت نخورید. یعنی شما ما ابرو اعتبار خور به 4 تا خرگوش و مرغ که با قالمقدون دیری کنیم با منا ما ابرو خور به جای آریم مردم شما رو نمیشناسن. نه زکو خاطر رمضان من میگم که مرغ اگه بیا به هر دست پای شما بزنه بگه کت انا بعد شما میگه برگشت میخوری. انا باز شما که بیایم مثلا با میگیم که اینا مرغه گیلا برو آرام خود خودم به عذاب نکن مرم به عذاب نکن. نه ما به خسرونی میایم نه ما بیامادیم نه امیت صبحتا به تا خونه ما تا به حال بو شده نه هم ما آدم خبر دارم. خود تو میفهمی که خود من زن دارم به خرج جایمه بموندم با مادر خونه می هم زن هم کی با زن اگه با مادر خود شویی پیدا کنم راه داره. نه ایتو میگم که یعنی مادر تو که چشه مادر تو که کار بکنه مادر تو خوشه هر روز مادر تو خوشه. اصلا تو خوار خون می به شو بدی یا می بزگر کنی تو امیر با من بگو بشه خود شو کن من خود زن دارم مادر من خود زنه پیارم من ندارم که به همباق مادر خو کنم همباق پیار خو کن دیونی تو تا قبرستون مگر برو صدا کنم بگم بیا می خوار گیلا بستو تو گیچی گاز خدا بیا مرز خون نه مگو تک بونم همسایه بگو که اگه میایم خودشون زیادتر بیایم بابا بگی همسایه‌ها گفت مار نگفته سرخی چی میفهم که دینار گفته وای آل دیگه به سر تو زده لا عباس بسگا چیه؟ عباسو تو هم مادر خوب بپرس مادر تو بگفتن که کی میایم به خسرونی؟ به خسرونی چی؟ به خسرونی دادیمه چرا؟ خاطر مادر میگفتن برو از همسایه بپرس که اینا کی میان که ما خاطر مرغا چیز کنه تاثیر آوردن خود خرگوشا آمدگی خود بگیریم ما دل جمع شیم خیر کی نسبت دار میکنه. به خسرونی کی بیایه؟ با خسرونی مادرمه بابا میگم خسرونی دادیمه. خب کی شما میایین؟ گیلا برو گیلا جبور برای از این گپا نگر تو غیر از این گپا مفته بزنی وقت مردم بگیری ما ببینم میفتم چرا جلوی ما گرفتی؟ چرا جلوی تو بخوردم تو؟ ما خسرونی به کی بیایم؟ به دادیمه. به دادیمه دایتر به کی بودم؟ اصلا من فکر کنم به خسرونی بیام دایتر به کی بودم؟ به بو خوب بودم یا با نانه خوب بودم گپ مستنده سرخی که تو میزنم گپ مستنده خب به کی بیایم به خسرونی؟ چرا تو برو مادر خوب بپرس بگو نمیایین اصلا گیلا به کی بیایم تو بیر بگو به کی بیایم؟ ما چی میفهم به کی بیام مادر نانه میگه تک برو بپرس کی میایم تو متعیل خونه دار ما
با مجرد با مجرد سر تو میشه. چه؟ با مجرد زن سر تو میشه. ماجرا اینا که رد مرز میشن. اونا نیه ساقی عقلت با کجا خاک به سردشه. برو گیلک خود تیر که برو. عباس تو گردن تو من خبر نده. گیلک من تو زمانت بود ما اصلا ما اشتباه میکنه که ما این 14 سال شما میاییم. برو گیلک برو او بکو خود ساقی برو که بخواه سر تو میکنم. برو حالا گنده تو با خاک شه. ما اشتباه بکنه که با ساش و با خسرونی بیایه. خدایا شکر که امسال همین بارندگی کمی دیغونار کمی سیر کرد. وای تو امسال خوب سالی هم باشد. همین بارندگی هم خوب فایده کرد. یا گل دادی مرگین داشت. خیرات جنگل تیارات. تو خیریات بخیری. کل ما گری. والا لله. معنی میگفتن شما کی به خیر خوشی و شما و مادر شما میایید. شما دل جمع شین. با کجا ما مادر میاییم؟ با چه به خسرونی؟ تمی تو مش پتاش اونا مزدی که مریا تکون دادی. آخرام بیامده که به خسرونی که نه که سبز میشه اینا دیگه پاک نمیشه. مادر ما به مرده میده میگه تو دیگه بغل تیر خیال میکنه من خاوی شدم. خب مثلا پاک شیشته نمیتونه. بگو کی میایین که ما دل جمع باشیم؟ از چی کی میایی؟ به خسرونی دادمه. پامان به درد اومده واسه که بشیشتم. الله. آخ. گیلک یک تکون دادی مال مرشکم گوشنه من روزه دارم آخه. خب با کی میای که بفهمیم ما به خسرونی دادیم کی میای؟ ما کی به شما بگفتیم که ما به خسرونی میایی؟ چره؟ ما کی اومدیم گفتیم ما به خسرونی میایی؟ منم اختلاط که گفتم همسایه میایم به خسرونی. نه تو ما روزه برده و نمیفهمه. کی ما بگفته بودیم؟ نه ما شما تو گفتن که همسایه بگفتن که ما میایم به خسرونی. بابا نه تو روزه برده روزه داشته. نمیفهمیده به گپ زدن خوب. حالا نمیایین؟ نه دیگه حالا میایم چیکار کنیم؟ باز هم که مادر تو خیلی مثلا تلاش داره تو تلاش داری 35 سال بعد بخیر. 35 سال بعد؟ آه دیگه. تا او خوش کنیم. آه دیگه. جمع کنیم آه. برو. برو دیگه. داری میزنی؟ یک سر بتاش. برو دیگه بتاش شما مکسر میزنی میگه چرا میزنی من کار رو روزگار بندختی. نه کو گیلدک برو با تو میگم دیگه با عمل من نپیش بخلا کمی علاف درو کنو. همین تبتاش اونم ازت ما گفتم البته خونه لومبید بالمه همین یک رقمی اینا چشپارا به خودشون کمی داده کله پخ خور به من رقم میشه بعدم تیر کنم برات کار خو میگم نه هر کس میگم نه بیایم هر کس میگم بیاین نه به خسرونی میگن نمیاییم ما نماییم نیلیلا گفته 35 سال بعد دیگه داده خود جمع کنیم آنه گنگ باشه با گنگ بگو اشتری گنگ اشتری جانجا رو میگو خیلی داری چی روزه داری روزه تلفک میگه روزه دارم روزه داری حالا برای دیگم نگم میفهم میگی که من میرم دمازان به افطار به مسجد لقمه میزنم نه تو کی میای به خسرونی دادیم داده چک چک دوم دوم ده دوم ده نه تو به خسرونی دادیم به خسرونی داده نیه دادیم چک چک داده کی میای
تو شون بگو مادر من میگه بخوای ایدی بخرید لباس بخرید میگم البته من یک 50 تخته کم دارم تو که 60 تا بیشتر کم داری بابا ما هیچ چی دیگه نمیگم من به تو میگم به نزبات داری به خستونی کی میام مادر تو برو سایه برو مرد کل زرد تو به گرش گنگک دست خود نمیده این نمیفهمه چی میگم مرد چی میگم چی واه میگو نافهم بیاغ تو چی کارو میکنی میگو کی به تو گفته که برو همسایه هم یارت بگو کریم خصوصی داده می ها نه تو به تو گو چرا دروغ میگی دیشب اختلاط میکردن چرا دروغ میگی تو دیشب گپ نزدم تو نمیگفتن که بیایم خسرینی شه کول بدم با ما میگو مادر تو گفته که برو همسایه هم خبر کو بیام خسرونی بیام چند نفر خسرونی میایه خب من چی میفهمید من هم همسایه گفتم بیت بری نوبت بیایم یک پشیمونش یک دیگه شاید مستا باشه میگم گیلک پاک گبری 100 مر ببردی ما اولاد هستمی کارتم میتونم کوچه در بدر شو کام مردم میگه تو دختر خود سراغ میدی این کار خوبیه چه گونگی چه گپ نمیزنی نه گو پول بیاری سر تو نه بخوره بخیر خوشیشته نه با میگه تو گو مردم به ما چی میگه میگه بعد این آدم نون داده نمیتونه یه دختر خو برو دیگه کلی تو بخیر برو دیگه رنگ تو به خاک شه خود کاراتو وای از این کلانتر دیگه چی می بشی دیگه من تو تاکی دیگه رنج طور ببرم